بعضی زورها را رنگ همون کانر مگریگرام به بدبختم همین گاه پاشا در بلوی سال میمونه گاه همین ایتا میکنه گاه اوتا میکنه گاه هزار نغمه کرد برای همین به تکبیرها روی عالم همین کانر در زد اینا جخید مجخش کرد شرمندش کرد خارش کرد پیانسکه گشته اینا تمام مثل همه وارد همین نمروده که جا میزد داد میگه یک پشه بشتر یک پشه کپی نابود شد در جنگ احد برادران ابی ابن خلف یک آدم در همین قدر جنگ ها پیامبر رو ببینین یک آدم به قتل رسوندگی تمام ایدست پیامبر یک آدم کشته او هم از ابی ابن خلف لعنت الله علیه یک آدم زیرا پیامبر همیشه کار میکرد که با صلح با مصلحت همه کار انجام بیاد با خونریزی نیست همون بسیار حرکت کرد که پیامبر را به قتل برسونه و نامش را که در جهان شناخت حضرت همین یک مشت زد یک مشت تمام یک مشت زد همین بین اینمی فوکش بین همین قرطقش زد همین یک تش زد میگه از پایانشی پیش قوم شد قومی که اگر همه تکیه به اوبای داشتن سرلشکر اون همیه وقتی رفت میگه رنگی گو با حس میکرد هی گفتم یگان جان خونالود نیست هیچ یگان چی نیست چی میگوی این گو مشت نبود این مشتی آدمی نبود این چیزی بود این احساسی که من در درون میکنم اگر همین در مده همه تقسیم کنم گفت همین وادی را آواز میگیرم این بزرگی الله است بزرگی دینه انا همون خدای توانا انا همون خدای بزرگ این هدیت لای دادر ما را میگه که و عاشرهن بالمعروف خدا به این روزی رسونده که زن گرفتی به این نعمت خدا که من تو را موفق کردم با این آدم تو مناسبت معامله خوب ببین با این مناسبت و معامله خوب کن زندگی خوب کن برادر عزیز میدونین تضاد خوب حقارت های این اما الله میگه زندگی خوب کن تو زندگی خوب نمیکنی تو میاری به حق زنک ظلم میکنی در حق زنک ظلم میکنی حق زنک هم پایمال میکنی زنک هم پدرش دشنام میکنی مادرش دشنام میکنی اولادش دشنام میکنی برادر عزیز قسم به بزرگی خدا برای هر یک حرف پیش خدا جواب میده هر حرف در پیش خدا جواب میده یا آدم سوال میکنه بابای داملو من همین زنم که در دهن طلاق کنم همین زنک طلاق میشود من گفتم چی به این زنی چی میتایی حقارت میکنه تو خیلی یکان حقارت کردی بخی حقارت چی حقارت خیلی من با چه شدشنم کنم و تا شدشنم کنم خود شدشنم کنم گفتم چی به حقارت طلاق نمیشیده به حقارت نمیشیده